میخندم، میخندی، میخندد و بر باریکه هر لبخند زندگی را می‌آموزید. قند پهلو. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. ای خدایی که خالق خرسی بنده را آفریده ای، مرسی به قند پهلوی دیگه خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم به همه بینندگان عزیز، همه دوستداران شعر و طنز. انشالله که برنامه خوبی در این قسمت، در این نوبت در خدمت شما باشیم با گروه دیگه‌ای که دو نوبت قبلا در خدمتشون بودیم، آشنا هستید و انشالله باز هم در این نوبت شاهد طبع آزمایی دوستان در حوزه شعر طنز باشید. اگر خواهی رود غمهایت از رو، هم از روی شما هم بنده هم او، جمیعا هر کجا هستید الان بفرمایید طنز قند پهلو. حلقه اول، دور سوم رفاقت. سعیده موسوی زاده. بنا به گفته اداره زلزله شناسی، شهر ادیب پرور مشهد در سنه 1344 شمسی غیرقمری شاهد تولد تکان دهنده او بود. کسی که لیسانس فلسفه خود را از دانشگاه شهید بهشتی تهران گرفت و اولین کارهایش تألیف 2 کتاب شعر خردسال به زبان محاوره بود. نامبرده صاحب مقامات دیگری نیز هست که در اینجا به دلیل ضیق وقت جا نمی شود. زهرا جعفری. اگر به خاطر حضور در قند پهلو در امتحانات پیش رو نیفتد، هرچند که گفتند افتادگی آموز اگر طالب فیضی، خوشبختانه دانشجوی سال آخر زبان و ادبیات انگلیسی بدون زیرنویس است. البته شایان ذکر است که قبل از آن در مورخه 17 شهریور 1370 در شهر خوش آب و هوای رشت پا به عرصه وجود نهاد. وجودش را داشت، به دنیا آمد. فریبا زمانی. رأس ساعت 15:30 اولین روز مرداد 1370 خورشیدی در نصف جهان با هزاران خواهش و تمنا چشم به جهان گشود و چون زیر گوشش گفتند کار دنیا برعکس است، دانشجوی کارشناسی عکاسی شد. گران حساب نکنید، حدود 3 سال است که در زمینه طنز نویسی فعالیت مستمر و مستتر دارد. نویسنده رادیو جوان است و قصد دارد پیشرفت کند اگر در قند پهلو پیشرفت نماید. ناهید نوری. در 30 خرداد 1358 در کلانشهر تهران با کمال میل به دنیا آمد. 1 روز دیگر صبر کرده بود، عدل اول تیر به دنیا آمده بود. او بلافاصله فوق دیپلم خود را گرفت و چون جوگیر شد، مدرک فیلم نامه نویسی را هم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفت. او در ادامه همسر گرفت و کار طنز را هم جدی‌تر گرفت، اما هرگز خودش را نگرفت. با تک تک دوستان حاضر در این نوبت خانم‌های محترم آشنا شدید، کاریکاتورشون رو دیدید و زندگی نامشون هم با زبان خاص طنز و اون صدای گرم عزیزی که نریشنا رو میگفت آشنا شدید. منتها خب یه سلامی هم دوستان اگر با بیننده ها میخوان میتونن داشته باشن. بفرمایید خانم موسوی. من از چشمان خود آموختم رسم محبت را، به سمتم هرچه می آید خودش را زود می بندد. با سلام. خیلی ممنون، خوش آمدید. بفرمایید خانم. سلام دوستان. جعفری. سلام دوستان، خیلی ممنون، خوش آمدید از شمال و از شهر رشت. شما بفرمایید خانم از اصفهان آمده، خانم فریبا زمانی. سلام. مختصر مفید. علیک سلام خانم نوری. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان خوب برنامه قند پهلو. امیدوارم که از دیدن این برنامه هم لذت ببرید. مثل برنامه‌های قبلی لذت ببرید. خیلی ممنون. جمعیاً خوش آمدید. انشالله برنامه خوبی داشته باشیم. هیئت داورانم که دوستان عزیز و بزرگوارم، جناب آقای ناصر فیض، خیلی خوش آمدید، و آقای شهرام شکیبا. اگه خوشوبشی صحبتی. بله، منم سلام عرض بکنم خدمت بینندگان خوب برنامه شما. بعد وقتی هم که بگید هیئت، آدم فکر میکنه الان یک گروه اینجا نشستن
هیئت خود تصور میکنم این اسم خیلی جمعه. آقا الان این دوره هیئت داورانمون شلوغ هم شده. آره. دوره قبل من تنها بودم میگفت هیئت داوران. الان ازدحامی در هیئت داوران ما هستش اینا. بسیار خوب، به هر حال خیلی خوش آمدید. خوشحال هستیم. خب اولین بخش از قند پهلوی این نوبت رو که سومین نوبت هست که در خدمت این گروه هستیم، این دوستانی که آشنا شدین باهاشون، و انشالله در پایان این برنامه این سه نوبت حضور دوستان تجمیع خواهد شد و انشالله شاهد خواهیم بود که از این جمع 2 نفر از دوستان به مرحله بعد انشالله صعود خواهند داشت. خب من چند بیتی میخونم و با آخرین مصرعی، آخرین بیتی که خوندم با آخرین حرفش، از همین سمت خانم موسوی زاده شروع بکنن و یه مشاوره کوتاه و مختصر مفیدی داشته باشیم. شعر هم از همین بغل دست خود ما هست، از آقای ناصر فیض هستش. میخورد گرما چنان بر فرق سر در آفتاب، گاه در می آید از آدم پدر در آفتاب. خشک خواهد شد بدون شبه کفشد عاقبت، راه وقتی میروی با کفش تر در آفتاب. سایه هر چیز غیر از سایه آن چیز نیست، هیچ فرقی نیست بین خشک و تر در آفتاب. دوش در میخانه کاری خواست از من پیر من، جامها را شستم و کردم دمر در آفتاب. هر چرا شستی فقط در آفتابش پهن کن، خشک بهتر می شود از هر نظر در آفتاب. ریخت از برگ گلی یک قطره شبنم بر زمین، لحظه ای دیگر نبود از آن اثر در آفتاب. یک نفر در سایه وقتی یک نفر باشد که هست، می شود 100 سال دیگر یک نفر در آفتاب. آدمی را سست و تنبل می کند پر واضح است، آدمی را سست و تنبل می کند پر واضح است. جان من برخیز و منشین اینقدر در آفتاب. با بگم بله. شما میخواید با پنپه شروع امروزی ها پنپه با موقعیت پنپه ایجاد کردم. موقعیت پنپه. بعد یک عمر آبروداری میشوی چرخ پنجم گاری. بله بسیار خوب، خیلی خوب. دست شما درد نکنه. خانم جعفری. یوسف نشدی وگرنه میفهمیدی، در قفل شود کلید لازم دارد. از بلبل عزیز آقای رولا احمدی. بله بسیار، تو همین برنامه بودم سری قبل. خانم زمانی بفهم. در محل خیر سرم بچه مثبت بودم، توی جیب بغلم پاکت سیگار نبود. باریکالله، احسن، بسیار خوب. شعر باید آموزنده باشه. بفهم. در طول شب متراژ کردم درد خود را، از فرق سر تا شست پایم درد می کرد. خیلی ممنون، سپاسگزاریم. بله خوب بود، خیلی سریع خوندید همه. خب الان ما چی کار کنیم؟ این بخش هیئت داوران میخواد چی کار؟ خب تبرکن دیگه. تبرکن و تیمنن چی بدیم؟ نه واقعا هیئت داوران نمیخواد. من هر نمره میتونیم بدیم، نمره مساوی به نظرم. هر 4 بیتای سالم و قشنگ بود، انتخاب خوب شده بود. به نظر من هر امتیازی بدیم بالاخره اگه در آخر تاثیر نذاره مساوی امتیازه. بله. من از دم به همه امتیاز کامل میدم، چون حالا قراره که کامل باشه. درسته دیگه، کارش نمیشه. بسیار خوب. یعنی 20 دیگه. من به همه 20 دادم. همه. بله. بسیار خوب. از نیست تا 20 قسمت هر 4 نفر شد 20. شاعری برای یار بلند بالای خود غزلی سروده بود که مصرع اول آن اینطور بود: خواستم بوسم رخش را نردبان پیدا نشد. و این غزل را فرستاده بود برای یکی از مجلات فکاهی زمان خودش که چاپ بشه. مجله موضوع برای اینکه این غزل با برخی مشکلات ممیزی و اینا مواجه نشه، این شعر رو برداشته بود به این صورت چاپ کرده بود که خواستم گیرم سبیلش نردبان پیدا نشد. خاطری از زنده یاد صلاحی. مشاعره به مصر. و عمل مشاعره، بخش مشاعره به مصر یعنی مصرعی ما میگیم و مصرعی میشنویم، چیزی که عوض داره گله نداره. چه بسیار خوب که داد و ستد اینجوری محتوایی و ادبی و طنز و
آموزنده باشه. من یه مصرع میخونم، دوستان میتونن انتخاب کنن، دستا روی زنگ، هر کس هر مصرعی رو خواست بگه زنگ بزنه و اون مصرع رو یادداشت بفرمایید و تکمیلش کنید با مصرعی که بعد از شما تحویل بگیریم. این مصرع که میخونم: چمن بخت مرا گاو چرید از 2-3 جا. خانم نوری، چمن بخت مرا گاو چرید از 2-3 جا و این مصرع: از دیدن من شاد شود خاطر مجنون. خانم جعفری، بعد خانم جعفری یادداشت بفرمایید: از دیدن من شاد شود خاطر مجنون. خب مصرع بعدی: اگرچه مرد و خلق از وی بیاسود. اگرچه مرد و خلق از وی بیاسود. بله، پس شما یادداشت بفرمایید: اگرچه مرد و خلق از وی بیاسود. و دیگه اینم که معلومه دیگه خانم، بله، ناچارید انتخاب کنید دیگه. عشق اونه که پای دلو شل کنه. عشق اونه که پای دلو شل کنه. باز شانستون ترانه و محاوری و اینا. بسیار خوب، تا شما کامل نمی‌کنید یه دقیقه، نیم دقیقه ما باز آمدیم به جایی که به هر حال ولمون کنن میانی همینجا دیگه. جای دیگه سمت دکور که نمیتونم برم، یا برم سمت دوربین مثلا، یا برم خونه بیرنده ها مثلا. جلد شده. آره دیگه همش میاد به ما سر میزنه. تو خدا بیا تون بیا اینجا. به قرآن دیگه گفته بود که چیزی نگفته. الله شاید گفته ولی آدم چیزی نگفته. خسته نباشید، تا هر جا کار کردید کفایت میکنه. حالا یه بیت هم گفتید اشکال نداره، یه بیت رو بخونید. خب من مصرع دوستان رو میخونم. ازم یک طرف شروع میکنم از سمت خانم موسوی زاده. اگرچه مرد و خلق از وی بیاسود، ولی هر آتشی از گور او بود. ز دودش دودمان ها رفت بر باد. 200 رحمت بر آن ذات بدش بود. بله، بسیار خوب. میرزا حبیب اصفهانی در اصل شعر میفرماید که اگرچه مرد و خلق از وی بیاسود، خدا رحمت کند خوب آدمی بود. و مصرع شما خانم جعفری: از دیدن من شاد شود خاطر مجنون. لیلا اگر آگه شود او را بپراند. بپراند؟ یعنی ردش میکنه دیگه، خیلی صلح‌آمیز ردش میکنه. توصیه میکنیم نپراند. آقای محمد تقی صحاف گفتن: از دیدن من شاد شود خاطر مجنون. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. و خانم زمانی: عشقونه که پای دلو شل کنه. شما با خانشاتون منو مجبور کردین که 2 جور شعر بگم. حالا مجبورم هر دو تاشو بخونم. نه ریتمش نه. حالا نسبت به اون چیزی که خودتون خوندید: عشقونه که پای دلو شل کنه. بچه زرنگا رو یهو خل کنه. جنسای اصل و اورجینال و بیاد برداره و جنسای بنجل کنه. بعد من فکر کنم نسبت به چیزی هم که تو ذهنم هست این شله، چون با مختلم من خوندم شل کنه، نه شل کنه، درسته. بعد حالا عشقونه که پای دلو شل کنه. هرچی قرار داده رو منحل کنه. عقلو بذاره روبروی خودش تا شب باهاش بشینه کل کل کنه. بسیار. نه اصلش هم شل هست، چون با قافیه بعدی شاعر درست میشه. عشقونه که پای دلو شل کنه، زندگی آدمو مختل کنه. از دوست خوب آقای جمشید مقدم. آقای خانوم نوری بفرمایید: چمن بخت مرا گاو چرید از 2-3 جا. رنگ لاکم وسط جمع پرید از 2-3 جا. سیندرلا شدم و لنگه کفشم گم شد. مادرم رفت برام کفش خرید از 2-3 جا. بله خوب بود. چمن بخت مرا گاو چرید از 2-3 جا. رخت اقبال مرا موش جوید از 2-3 جا. دوست خوبمون آقای شروین سلیمانی گفتن آقا این شما و این دوستان و این امتیازات رو شما میگید. شما بگید. من باش. برای سرکار خانم موسوی زاده با توجه به اینکه وجه شوخی توی آنچه سروده بودن کمتر بود 16 امتیاز در نظر گرفتم. برای خانم جعفری 17 امتیاز. یه دلیلی که داره اینه که بعضی بیت‌ها مصرع دوم یا حالا مصرع دیگری که معمولاً هم مصرع دومه خیلی مشهورتر از مصرع اوله و اصلا سخته. یعنی به محض اینکه اینو بگید همه
همون مصرع اصلیه توی ذهنشون میاد. بعضی‌ها رو که اصلا مسئله ساغره شده، ما دیگه مصرع اولیه رو خیلی هاشو نمیدونیم. مثلا میگن یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای. کمتر میدونن دوستان که روشن شود هزار چراغ از فتیله‌ای. یا بلا ندید علاج واقع قبل از وقوع باید کرد، که حالا بلا ندیده دعا را شروع باید کرد. یا توانا بود هر که دانا بود، که هیچ کس نمیدونه مصرع دومش چیه. برای خانم زمانی با توجه به اینکه دقت خوبی داشتن، حالا اون اشکال شما هم حتی بهش اشاره کردن و این تقابل عشق و عقل و حالا با زبون امروزی هم گفته بودن، 18 امتیاز در نظر گرفتن. برای خانم نوری به خاطر سکته کلمه سیندرلا که اون یای دیگه کاملا ساقط میشد 16 امتیاز، که گرچه باز خیلی شوخی ویژه‌ای توش نبود و حالا بیت دوم هم باز از همون نوع گرفتاری‌های بیت اول بود دیگه، که حالا اتفاقات همین دلایل که شهرام توضیح داد که من دیگه اضافه نمی‌کنم. خیلی 15 خانم موسوی، 16 خانم جعفری، خانم زمانی 16، خانم نوری 15. بسیار خوب. آقا شهرام شما دیگه من همه خیلی حرف زدم، ولش کن. خوندید امتیازاتو؟ آره گفتم. بسیار خوب. پولداری پسر به مدرسه داد، پولداری پسر به مدرسه داد، پول وافر به گونیش بنهاد، روی گونی نوشت با ماژیک، پول بهتر ز شیمی و فیزیک. استاد حسین گلستانی خدایش بیامرزد. طنزچین با بخش دیگری با عنوان طنزچین، همون تهجین خودمون همیشه شوخی گفتیم، در خدمت شما هستیم در قند پهلو. در این بخش میدونید دیگه بهتر از خود من الان میدونید که یک کلمه یا عبارتی رو نقطه چین میکنیم تعمدن تا ببینیم دوستان اگه جای شاعر بودن به جای اون کلمه چه کلمه‌ای میگذاشتن. این تفاوت نگرش و نگارش دوستان بعد از نگرش ممکنه ایجاد یه معنای جدیدی و یه اتفاق جدیدی در اون شعر بکنه. فلذا من ابیات رو خدمت دوستان میخونم به ترتیبم، سهمیه دوستان مشخص و به جای نقطه چین کلمه‌ای مناسب بذارید. نمیدانم چه اصراری است در فرمایشات وی، خانم موسوی زاده، نمیدانم چه اصراری است در فرمایشات وی که میخواهد به من نقطه چین خوشیال و کوپالم. بله. و اما خانم جعفری، بمان که فلسفه این شب دراز این است که نقطه چین تو را بیشتر ببینم من. بله. و خانم زمانی، می فروشم هرچی توی خونس امروز، می فروشم هرچی توی خونس امروز، نقطه چین من چقدر خوشبختم. بله. و خانم ناهید نوری، بعد از این نیز لابد اینجور است، نقطه چین است و عادتش زور است. خب مختصری چند ثانیه‌ای بکنم وقت نیاز باشه. خوشیال و کوپاله رو که دیدم یاد چی افتادم، گفت یه جایی لطیفه گفتش که یه جایی همه سگاشون رو می آوردن جنگ مینداختن، بعد حالا بالاخره یکی برنده میشد، یه بنده خدایی اومد سگش بقیه سگا رو خورد. گفتن عجب نژادی داره این، چه نژادی داره سگت؟ گفت این سگ نی، شیر، موهاشو نمره 4 زدن. سگ شوخی رو بین شما خودت باز میکنی. یه کسی هم میگفتن یه سگی داشت بیچاره پاش مشکلی داشت و اینا، منتها به خاطر اینکه سگ عقده‌ای نشه و وظیفه‌ش هم فراموش نکنه گاهی وقتا اینو میگذاشت تو فرغون و دنبال دزد میدوید. نقطه رفیق من میگم این بعضی از اینا که شما ابیاتی که شما میخونید خود نقطه چین رو که یعنی ذکر میکنید وزن رو پر میکنه، بعضیاش خارج از وزنه که تعمدن تصادفاً در میاد که بابا حتی بعضی از اینا رو اگه خوش ذوقی کنن بعضیاشو که حالا شاید یه فرصت بیشتر نیست میگذره، بعضیش با همون خود نقطه چین به جاش نقطه چین اصلا بنویسیم به که فلسفه این شب دراز این است که نقطه چین تو را بیشتر مثلا ببینم. خود همین میتونه حتی طنزم داره دیگه. بله اینم نوع نگاه از جالب بود. خسته نباشید، فرصت کوتاهی بود
خانم موسوی زاده شما چجوری کامل کردید شعر رو؟ نمیدانم چه اصراری است در فرمایشات وی که میخواهد به من حالی کند خوشیال و کوپالم، که حالا با پیشنهاد آقای فیض میشه گفت که میخواهد به من یک نقطه چین خوشیال و کوپالم. بله، شاعر که آقای محمد یزدانی باشه گفته که میخواهد به من تلقین کند. خیلی نزدیک بود کلمه اولی که قرار داده بودید. بسیار خوب. خانم جعفری. اصل شعر رو براتون بخونم، شعر آقای سعید بیابانه که تو جدیداً زیاد هم شنیدید. بسیار خوب. میگه بمان که فلسفه این شب دراز این است که یک دقیقه تو را بیشتر ببینم من، که برای شب یلدا بوده. حالا ما می‌خواستیم حالا طنزش کنیم و نقطه چینم نذاریم، مثلا گذاشتیم که بمان که فلسفه این شب دراز این است که ای عتیق تو را بیشتر ببینم من، که میخواد یه خورده حالی کنه به این مخاطب که بفهم دیگه، میخوام بیشتر ببینم چون نمیفهم. بسیار از نگاه باستانشناسی شما سپاسگزاریم. خانم زمانی. میفروشم هرچی توی خونه است امروز، خونمون خالی شد من چقدر خوشبخت. بله، آقای مصطفی مشایخی میگن نوبت زیلومه من چقدر خوشبختم. خانم نوری. میشه یه بار بخونیدش؟ میفروشم هرچی توی خونه است امروز. میفروشم هرچی توی خونه است امروز. نوبت زیلومه من چقدر خوشبختم. خانم نوری بفهم. بعد از این نیز لابد اینجور است، مرد است و عادتش زور است. بارکالله، خوبه. آقای محسن اشتیاقی میگه بعد از این نیز لابد اینجور است، روزگار است و عادتش زور است. خیلی ممنون، بسیار مختصر و مفید. بله، عرض کنم که برای خانم موسوی زاده که خیلی هم نزدیک گفته بودن به اون چه که در خود شعر هست 17 امتیاز، خانم جعفری و خانم زمانی 16 امتیاز، خانم نوری به خاطر همون دعواهای زن و مردی و این چیزایی که وجه خوبی نداره من 15 امتیاز با مسامحه. چه معمول داره دیگه اصلا. من کلا با اینجور حرف زدن ها و اینا مشکل دارم، یعنی فکر میکنم که مال موقعی که آدم هیچی نداره بگه. درست. بسیار خوب. پرده‌ای بر سر صد عیب نهان میپوشم. لطفاً آقای شکیبا بذار آقای فیض. بله، 3 تا 17 امتیاز، خانم موسوی، خانم جعفری، خانم زمانی و خانم نوری هم 15 امتیاز. بسیار دست شما در نکنه. در راستای نکاتی که آقای شکیبا گفت، این حکایت بد نیست. عبدالله ظهوری با نام مستعار یارو از شاعران و همکاران نشریه توفیق در سالهای 43 و 44 بود. در همون سالها شعری از ایشون در توفیق چاپ شد، شعر غزلی بود چند بیت و این مطلعش بود. این بیت: محتکر پر می کند هی داخل انبار، بار در مقابل می زند مفلس دم بازار زار. و توفیق در انتهای شعر ایشون اینجوری نوشته بود که من اگر جای تو بودم می سرودم شعر خوب، داشتم از گفتن و تکرار این اشعار عکس و مکس. عکس و مکس، عکس از ما، مکس شاعرانه و طنازانه از دوستان طنز پرداز. عکسی رو دیدیم، باز هم میتونیم ببینیم. کلاغی زاغکی سابق پنیر میگرفت، الان این ظرفا یه بار مصرف رو به منقار گرفته. شاید داره به من رضا رفیعی آموزش میده که این ظرف رو برم بندازم داخل سطلی که در نظر گرفتن و اونجا باید این ظرف قرار بگیره. این چیزا رو اهمیت بده. خب شاید هم به اعتبار از نگاه طنز آقای فیض پنیر رو داخل ظرف گذاشتیم، والله اعلم. حالا ان شاء الله پنیر توش باشه، کلاغ هم چیزی نصیبش بشه. خب ببینیم چیکار میکنید دوستان راجع به این عکس لطیف که باز هم دوستی به جشنواره طنز تهران فرستاده بود. اسمشون رو نمیدونم، وگرنه میگفتم ببخشن منو. ببینم چه چیزی خواهیم گفت که به لطافت همین عکس خواهیم بود. اون توضیح قبلا هم نوبت‌های قبلی، جلسات قبلی دوستان داوران گفتن بعضی عکس‌ها اونقدر لطیف هست یا سوژه طنزش در اوج هست که واقعا کارو سخت میکنه و نمیشه شعری گفت که به پایه این درجه از قنای طنز و لطافت اون عکس برسه. فلذا خود شما درک میکنید که چقدر دست ما در پوست گردو هست. دوستان
من یواش صحبت می‌کنیم که اون کلاغی که ظرف یه بار مصرف میبره اون روباهه کیه که میخواد این از اون روباه شما به من نشون بده. کلاغ اینقدر سر به راه باشه، این از نسل همون کلاغی هست که یاد داد چجوری با دفن کرد و اینا، جریان قابیل و حابیل. درست. این کلاغ هم کلاغای قدیم دیگه، الان دیگه فایده نداره. عرض کنم خدمتتون که حرف نداریم، الان چی کار کنیم؟ هیچ حرفی نداری؟ ها چرا؟ یه حرفایی داریم ولی خب بذار چرا این کارو میکنیم؟ خب پاشیم بریم توی یکی از این کتابا. بده من ناصر اون کتاب خودتو بده، برای خودمون حرف در بیاریم. کتابتو بده، بهترین کار دنیاست. کتاب دنیا رو بده. چه تبلیغی برای خودش میگه. این فروتنی آقای فیض واقعا مثال زدنیه برای اینکه مردم یاد بگیرن این کارا رو نکنن. بذار چیز کنیم، دنبال مثلا یه شعر کوتاه رباعیاش کجاست ناصر؟ جایی برای رباعی نداره همینطوری. تو این کتابا معمولا رباعی‌ها رو کجا میذارن؟ دنبال چی میگن؟ توی اون دیوان خیامه. شاید رباعیات برای خودت گفتم میخونم یه دفعه اینجا. نه برای چی؟ نکن این کارو. ما یه وقتی آخه شروع کردیم همینجوری مثلا اخوانیه گفتن، بعد بذار او گرگ نبود و بخونم. بخون باش. برای شهرام نوشتیم که با هم شوخی میکردیم، مجله به قول معروف کلکل میکردیم، یک هفته این جواب میداد. بله همون نوشتیم که او گرگ نبود بنده گرگش کردم، در جامعه شاعری سترگش کردم، باید نرسد به پای من اشعارش، شهرام که من خودم بزرگش کردم. بعدم جواب میداد البته شهرام. ما یه چیزایی میگفتیم ولی شیرین شده بود. خانش هست به قول من. جواباش تو خیلی اهمیت نداشت، حالا راجعش صحبت نمی‌کنیم. اون دیگه فروتنی از حد گذشت. اصلا باش. من جواب نمیدم. از شما تا به جواب فکر می‌کنی. من میرم سراغ دوستان. خسته نباشید. دست شما دند نکنه. شوخی کردم با شهرام جواب قشنگی میداد. بین الاحباب تسقط الآداب. نه اینم که گفتم شوخی کردم بازم. ای بابا همه رو داره. بسیار خوب. نه از زنگ نمیخواد دیگه. دست شما درد نکنه. بله. خب چی فرمودید خانم موسوی زاده؟ بله من بگم. بله. زاغکی یک غذای مشتی دید، به دهن برگرفت و زود پرید، به شجاعت به گوشه‌ای بنشست، سفت و محکم دهان خود را بست. بسیار خوب. بله شسته رفته است. خانم جعفری. تو شهر ما حتی کلاغا هم تمیزن، زباله رو تو سطل آشغالا میریزن. ما که دیگه معلومه که چقدر تمیزیم، حتماً آشغالامون رو تو سطل میریزیم. خیلی علاقه دارید به شکستن نه این شعری که بخواد کتابی و ترانه کردن و محاوری کردن خوبه، ریتم اولویت پیدا میکنه. استادی بود گفت بعضی وقتا گفت اصلا بعضیا به وزن خیلی اعتقاد ندارن، حالا مثلا شوخی یه جاهایش وزن خانوما که به وزن خیلی حساسه، یه جاهای وزن میشکنه که وزن شعر رو میگن آقا. بله من بعد خودشون متوجه شدن. بعد نمیدونم حالا با شکل خوندنتون اشتباه شنیده شد یا اینکه شاید به خاطر یه بار خوندنش. یک بار دیگه بخون. تو شهر ما حتی کلاغا هم تمیزن، زباله رو تو سطل آشغالا میریزن. ما که دیگه معلومه که چقدر تمیزیم، حتماً آشغالامون رو تو سطل میریزیم. نه دیگه وضع خراب شد. این لی سطل همینجوری یه چیز دیگه. بله مشکل وزنی داشت در اصل. معلق و حتماً آشغالامون رو یه جا میریزیم. خب دیگه. بسیار خوب. خانم زمانی. زاغکی ظرف بسته‌بندی دید، به دهن برگرفت و زود پرید، چون که چیزی نبود داخل آن، رفت و یک قالب پنیر خرید. بسیار خوب. و خانم نوری. لقمه اندازه خودش برداشت، او خودش را بزرگ میپنداشت. بسیار خوب. بفرمایید. عرض کنم که خانم موسوی زاده بیت محکم، دست و پای بیت سر جاش، همه چیش معلوم، با شوخی که خود رقیق بود. به این علت فقط 16 میدیم. شعر طنزه، وجه شاعران، شعریش جدا، حالا نظمش اینجا، ولی طنزش امر دیگه است. خانم جعفری حالا سطله که هیچی، غیر از اون بازم شوخی خیلی خاصی توش نبود. خانم زمانی من بیشتر از دوستتر داشتم از بقیه دوستان شعری که گفته بودن، بیتی که
قطعه‌ای که خوندن 17 و خانم نوری هم 16 امتیاز. باز به دلیل اینکه خیلی اتفاق ویژه‌ای توی بیت ندیدم. بله دقیقاً اینجا هم که الان من نوشتم اینها رو همینطوری بالا پایین شده، منتها با یه لول به قول معروف دیگه. 15 خانم موسوی، 13 خانم جعفری، خانم زمانی 17، خانم نوری 15. بسیار دست شما در نکنه، سپاسگزار هستیم. در گنجینه لطایف آمده است که سیف باخرزی از فضلای شاعران عصر خیش بود. شخصی این دو بیت را از روی ظرافت، من دیدم شوخی‌های رد و بدل شد بین آقای فیض و آقای شکیبا، یاد این حکایت افتادم، گفتم اینو بخونم. شخص این دو بیت را از روی ظرافت برای او فرستاد. ای خردمند سیف باخرزی، بالله هر تو به ارزنی ارزی. کی تو با آدمی توانی زیست، چون تو را گفتند باخر زی. و سیف باخرزی در پاسخ او چنین گفت و نوشت و فرستاد. ای خردمند طاعت من کن، تا کی آخر تو معصیت ورزی. زین سپس با تو عمر سر بکنم، چون مرا گفتند باخر زی. چیزی که عوض داره گله نداره. در این بیشه که تدبیر اسدی هست، سهی سر و زبردست و سبکبار. به تقدیر که نفته که موشی پس دیوار بگفته، که شاگوش بخفته. ای موش مزن جوش، مشو راه زن مرد برادوش. منم تلخی آن نیش گزنده، بکن نوش. شاهگوش، شاهکاری از داوود میرباقری، پخش در شبکه نمایش خانگی. میخوایم خالی ببندیم، جای شما خالی. البته این از اون خالی بندی هایی هست که مستحسن هست، یعنی جز آرایه های عالم طنز حساب میشه اگر دوستان شاعر بتونن با اون شگردها و شیوه هایی که منجر به ایجاد اغراق و قلوگویی میشه، با استفاده از تشبیهات آنچنانی و زیاده گویی ها در مدح و ثنای مثلا فردی، پدیده، یه چیزی کاری کنن که منجر به اغراق و گویی بشه. نمونه‌اش در طول تاریخ زیاد هست. خب عرضم به حضور شما موضوعی هست دوستان. من موضوعی رو که انتخاب کردیم واسه این قسمت کم حرفی هست. میدونم کار سختی هست واسه ما، ولی خب بالاخره کم نوشتن و کم گفتن گاهی وقتا مجبوریم رعایت کنیم اینها. کم نوشتن رو که ما خیلی درگیرش هستیم، میدونیم چقدر سخت هستش. تا دوستان زحمت میکشن، لطف میکنن و بیتی ابیاتی میسراین، باز ما برمیگردیم به جایی که اولین بحث ما این هست که چه بحثی داشته باشیم، چون روال ما بر این هست که هرچی بداهه به ذهنمون میاد کم گوی و گزیده گوی، چون دور تا فندک تو شود بسی پر. تا زندک تو شود جهان پر. آن خشت بود لاف از سخن چو دور توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. چرا نگفته تا از کم تو جهان شود پر؟ حالا واقعا خاطر چرا؟ همون هم وزنیش با فندک نبوده، زندک. تا از کم تو. آره احتمالاً اندک حالا بیشتر به کار میرفته اون موقع. واقعا زندک چی آخه؟ زندک زندقه و آره زنادقه. شاید هم خواسته مثلا بین کم ولی با خوشوزن زندک. جالبه، خیلی سلیس و روان هزه که وصل میشه به اندک. بله الف رو دور میزنه دیگه. بسیار ممنون. خب این چی شد؟ چه کردیم سمت دوستان، ببینیم با کم حرفی چه گفتند. خانم موسوی زاده. بله، من نوشتم بس که من کم حرف بودم هیچ وقت جمله هم یک جمله کامل نشد. من دهانم را خودم گم می کنم، شکل آن یک تکه از پازل نشد. ولی اگه بیت دوم نمی گفتی توجیه شده بود خودش. آره همون بیت اولیه بود. آره میخواد یه کاری کنی اضافه نمی‌کنی. من نشنیده دوستان خواهش می‌کنم نشنیده بگیرید. چطور دیدی خوبی خوندن؟ بیت خوب بود، اون دومی چیزی ازش کم می‌کرد. نه اصلا تک بیت خوندن. ما کلا من توضیح دادم شهر.
مفردات بود اینها تک بیت. خانم جعفری بفرمایید. دیوارها حرف آمدند اما تو ساکت، گلها همه غنچه زدند اما تو ساکت، تصویر تو در آب حتی بیقرار است، چشمان تو سر میبرند اما تو ساکت. بله شما شعرتون رو خوندید اما شما ساکت. بسیار خوب. خانم زمانی. بس که من کم حرفم و بی سر زبان، توی قاموسم نمی گنجد بیان. این زبان بی تحرک در دهان، کمتر از نرخ طلا خورده تکان. با توجه به اینکه نرخ طلا اصلا تکان در تغییر و تکان هست. بسیار خوب. نشماندن نکنه. خانم نوری خیلی اونقدر حرف نزد تا که زبانش گم شد، وسط جمع نشست و هیجانش گم شد. باز هم حرف نزد هرچه تماشا کردیم، اونقدر حرف نزد تا که دهانش گم شد. قشنگ خوب بود. خوبه. خوب بود. به زیر سوارت خوب بود. بله. خیلی خوب بود. بفهم. خانم موسوی زاده 18 امتیاز. خانم جعفری خیلی جدی بود دیگه. خیلی جدی بود. یعنی اینو با اخمم میشد خون. توی برنامه دیگه هم میشد خون مثلا. 16 امتیاز. لغزش داشت، اون لغزش وزنی داشت. خانم زمانی 17 امتیاز، خانم نوری هم 18 امتیاز. بله. خانم موسوی 17 امتیاز، خانم جعفری 13 امتیاز، خانم زمانی 15، خانم نوری 17. بسیار دست شما در نکنه. خسته نباشید دوستان. وحشی بافقی از شاعرانی بوده که حتما مستحضر هستید که سرش خیلی خلوت بوده، چنان که خود گوید اگرچه هیچ ندارم ولی سر کلی دارم، چو شب شود به سر خیش مشعلی دارم. روزی حکیمی قرار شد که سر وحشی رو معالجه کنه. او زمان که کاشتمون نبوده، حالا چجوری می‌خواسته معالجه کنه، به من گفتا که دارویی مرا هست، کزان دارو سر کل راست درمان. بیا تا بر سرت پاشم که رویت، تو را مو بر سر از خاصیت آن. کشیدم از جگر آهی و گفتم، مگر نشنیدی حرف بزرگان، زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان. طرح و شرح. طرح و شرح یک نوع دیگه عکس و مکس هست، منتها در حوزه عکس نه در حوزه کاریکاتور. کارهای دوستان عزیزمون رو که همکارای خودمون هستن، منتها در حوزه طنز تصویری، طنز مصور رو میبینیم و بعد میکشونیم به حوزه طنز مکتوب و منظوم، ببینیم دوستان ما در این عرصه چجوری این کاریکاتور رو تبدیل به شعر میکنن. یه اتفاقی هست، جالبم هست. یه روزم انشالله دوستان کاریکاتوریست، البته این کارو کردن، دیدم شعرهای دوستان رو انتخاب میکنن، کاریکاتور در کنارش، حالا به صورت تزیینی یا غیر تزیینی، ملهم از اون شعر یه کاریکاتور رو ترسیم میکنن. این اتفاقات رفت و آمدا هستش. در خدمت دوست بزرگوارمون استاد این عرصه جناب آقای احمد عربانی هستیم. کار ایشون رو دیدیم. کاریکاتور یه مریضی هست که دفترچه بیمش گذاشته شده لب کوزه. آقای احمد عربانی همون دوست بزرگوار ما هستن که اولین بار چهره زنده یاد دکتر حسن حبیبی عزیز رو کشیدن و روی جلد گلاغ‌ها آمد و تا آخرین شماره ولکن روی جلد نبود به خاطر بزرگواری و طنزشناسی اون زنده یاد دکتر حبیبی عزیز. خب تصویر رو، کاریکاتور رو دوستان دیدید دیگه، حتی توضیحات منم خیلی لازم نبود که گفتم دفترچه کجا بود و کوزه و مریض و فلان، همه چی مشهود و آشکار بود. ببینم چه میکنید، چه جوری تصویر و کاریکاتور رو تبدیل به طنز منظوم و مکتوبش خواهید کرد. خیلی بفرمایید. داشتم انتخاب میکنم خانم نوری، خانم موسوی زاده، همه گفتن دیگه. بفرمایید خانم نوری شما. گر زلزله شد زمانده‌ای در آوار، بیمار شدی و تب نمودی بسیار، یادت نرود که اول کار فقط دفترچه بیمه را در کوزه گذار. بسیار خوب. خانم زمانی. تجویز پزشک وقت بیماری ها این بود برای سوژه قصه ما. دفترچه بیمه را در کوزه گذار، از کوزه بخور آب به امید شفا. خانم جعفری. اولیش یه خورده جدی تره.
تب میکنی دفترچه بیمه جوابت میکنه، خرج مریض خونه که روش میاد کبابت میکنه، دفترچه بیمه رو در به کوزه آبشو بخور، فکر میکنی دکتر با اون چی حسابت میکنه. بعد دومیش هم هستش که امروز اکنون که به احتضار در آمده ای، دفترچه بیمه به چه کارت آید؟ اکنون که به احتضار در آمده ای، دفترچه بیمه به چه کارت آید؟ دفترچه بیمه به چه کار آید؟ مگر بیمه عمر باشه. به چه کار آید؟ به چه کارت آید؟ دفترچه بیمه به چه کارت آید؟ بله وضع میشم درست. بسیار خوب، بفرمایید آیان علما. خانم موسوی زادن بخونن. من بیمه نبودم برای اونجا جا انداختم. البته بیمه هم چی بیمه نیست، اونم که اصلا نیمه است، یعنی نیمه اجتماعی، نیمه تامینشون. بفرمایید. من نوشتم تو خود را بیمه کن هی سکه انداز که بیمه در بیابانت دهد قاز. بله چندر قاز منظور هست. بسیار خوب، دست شما در نکنه. حالا بفرمایید آیون علما. خب من یه توضیح راجع به شعر خانم نوری بدم. میشه به مصر اولو بخونید؟ یه بار دیگه خانم. گر زلزله شد و مانده‌ای در آوار. ببینید ما جالبه، اینو من خودم اولین بار از آقای دکتر کزازی شنیدم. اساساً و نداریم، این اوه و عربیه، در فارسی حتی ابتدای بیت هم اگر باشه او خونده میشه و اصلا درست شدن وزن. حالا ما میگیم ولی اینجا ما نمیتونیم این وسط بیت دیگه و بگیم، این دیگه قطعیت محکمی داره. برای همین به علت همین قضیه و او خانم نوری 15 امتیاز، بقیه دوستان 16. راستش هیچ نکته خیلی برجسته‌ای من توی کارها ندیدم، حتی بعضا حالا یه خورده طولانی تر بود کاره، ولی باز هیچ اتفاقی شاید توش نبود. میدونید دوستان به هر حال به شرح اون کاریکاتور میپردازن. شاید اگر از این کاریکاتور شما نکته ای رو بگیرید و کاملا جور دیگه ای نگاه بکنید به موضوع، از من حالا اخلاق منه که فکر میکنم من بیشتر میپسندمش. من یه مقدار این بار متفاوت‌تر نظرم با تو شهرام. خانم موسوی 15، خانم جعفری 14، خانم زمانی 16، خانم نوری 15. خانم زمانی به جای که به نظر من بار طنزش یه مقدار بیشتر بود، حالا یا با مقایسه با کارهای قبل خود ایشون، یعنی مقایسه کار خود ایشون با خود کار قبلی ایشون شاید این به نظر رسیدم، ولی در هر صورت من متوجه شدم. خود اذیت نکنم بر قلبت بده اینجوری طور خیلی خوبه. خب دوستان دیگر هم که اجازه بدید یه ذره تکمیل ترش بسیار دیگه تموم شد، ما کارمون کردیم. حالا شما 5 بار دیگه هم بگید بسیار خوب، ما کاری بیشتر از این نداریم. شهرامو متوجه کردن خیلی کارست. آره بسیار خوب، دست شما در نکنه. بذارید از مرحوم گلستان یه چیزی راجع به همین بیمه بخونم. معلوم میشه همیشه این قضیه بوده. رنجورم و کس فکر من نالان نیست، رنجورم و کس فکر من نالان نیست، رنجی بتر از وضع بد درمان نیست. فکری بکنید بهر تأمین دوا، گر جان حقیر کم ز بادنجان نیست. نور صدا لبخند. مادر سرکه مناسب حال شما هم نیست. پرهیز مرهیزش میدین که چی؟ خورشید دم غروب آفتاب صلات ظهر نمیشه، اهتابی اضطراریه، 2 ساعته، باتریش سس. بذارین حال کنین دمای آخر. حال و وضع ترنجبین بانو اینو وقت اضافی بازی فیناله. آجیل مشکل گشاش هم پنالتیه. گیرم اینجور وجودا موتورشون رولز رایسه، تخت گاز هم نرفتن سربالای زندگی، دینامشون وصل به برق توکل. اینه که حکمتش پنالتیه. یک شوت سنگین گله، گلش هم تاج گله. قرمزته
آبیه آب لیموجات. حالا میدیم آب زاده علی فرمی که وسط صاف رو سر مظلوم قلیش بده داری و جدی کار از پشت خطای اون آنچه که در بخش نور صدا لبخند دیدید نیازی به گفتن من نیست. همتون دارید یادآوری میکنید بخشی بود از فیلم ماندگار زنده یاد علی حاتمی، فیلم مادر، با اون نقش آفرینی هنرپیشه‌ها و هنرمندانی که به زیبایی هر کدوم در جای خودشون نقش بسیار ماندگاری آفریدن. خب ببینیم دوستان راجع به این فیلم چه خواهند گفت. یعنی یه تصویر رو تبدیل به یه شعری خواهند کرد، به چگونه نگاه خواهند کرد به لحاظ ساختاری، معنایی، پیام طنز اینها، و در حوزه و حال احوال فیلم مادر که به هر حال دارای چندین پسر بود و هر کدوم مشاغل مختلف، اخلاق مختلف، افکار مختلف، اینا این توضیحات میدم که شما فرصتی بیشتری داشته باشید شعر رو بگید. یه تأملی بفرمایید، من یه دو سه کلمه بیشتر حرف میزنیم منتها به جماعت با دوستان حرفایی میزنه ما باید جوابایی عجیب بدیم. آره من فکر میکنم حالا تو این بخش یکی از چیزایی که میتونه به دوستان کمک بکنه، حالا همه شرکت کننده ها، اینه که سعی نکنن عین اون چه دیدن رو تبدیل به حالا کلام منظوم بکنن. بله چون اونا که دیدیم دیگه قراره اتفاق بیفته. آره یا مثلا از اون میتونن یه الهامی بگیرن حالا به شکل دیگه‌ای، یک موضوع دیگه‌ای. طبیعتا هرچی هم دورتر از ذهن ما باشه ما امتیاز بیشتری میتونیم بدیم. برای تکمیل حرف شهرام هرچی دورتر از ذهن ما باشه ما امتیاز بیشتری میتونیم بدیم. شما هم میخواید چیزی اضافه کنید به این حرف ما؟ یعنی به دلیل اینکه از ذهن ما دوره نمیتونیم چنان که باید شاید درک و درستی داشته باشیم، درک و دریافت درستی، به این دلیل میگید امتیاز بیشتری؟ نه ببین باختین یه صحبتی داره. فکر کنم بحثه. آره بحثه. خیلی وقت ندیم بهشون. عوضش یه خورده سهل‌تر میگیریم این قسمت رو. چون قسمت جدیدی هم از تو برنامه اضافه شد، باید یه خورده با دست بازتری فکر میکنم. نه با توجه به شرایط اسفناک زلزله‌خیز ما که اینجوری الان این شکل هست و اینه مقدار خستگی و اینها. بله بسیار خوب، دست شما درد نکنه. ما با هیئت داورانی مواجه هستیم که کاملا در جریان سختی کار هستن. تقریبا قند پهلو من توصیه میکنم که جزو مشاغل سخت و زیان آور. چرا برای بیننده ها نگیم؟ میدونید الان چند ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم؟ بگید آقا شفاف. الان فردا شده، یعنی الان 7:15 صبح روزیه که ما شبش اومدیم سر کار. شنبه اومدیم اینجا. الان جمعه است. بله ما شب جمعه در استودیو بودیم و پنجشنبه اومدیم تا جمعه ضبط ما طول کشید. آره اینو گفت آقای شکیبا که بدونید به هر حال با این که میگم جزء مشاغل سخت و زیان‌آور حساب کنن ان شاءالله اینجوری بشه. فلذا دیگه الان حق بدید که دوستان با چه سختی گفتن شعرها رو. خانم موسوی زاده شما بفرمایید. بله من تحت تاثیر اون شخصیت پسر بزرگه که لهجه داش مشتی داره، محمد علی کشاورز. آره آقای کشاورز، از دیالوگای خودش استفاده کردم که گفت دینام و برق توکل و همچین چیزایی. بزن به دینام دلت برق توکل به خدا تا که پیوزش نپره سرت نیاد درد و بلا. بسیار خوب. بسیار خوب. مرسی. شما اگه نگفتید که رد بشم دوستان بعد شما گفتید. آره خوبه نه بگید که من یه لازم خانم زمانی شما بگید. این همه دیالوگ و شخصیت و چطوری باید به هم ربط بدم؟ اگه غیر این سکانسی ببینم به خدا که شاعری هم بلدم. بله. بسیار خوب خانم میری. مادر آفتاب لب بوم شده، نشسته پیش بچهش آروم شده. مادر و پرهیز میدن اما دیره، خدا نکرده این روزا میمیره. خدا نکنه. خیلی ممنون. بله بسیار خوب بود در این وقتش ضبط و با این کمبود زمان و استرس و مشکلات بسیار خوب بود. اصلا داد نظر خانم جعفری خانم جعفری
نگاش نکرد. تمام بچه هایش دورش کردند، اما سخت در جنگند، نمیداند کجایش جا دهد این قصه را سلطان غم مادر. بسیار خوب. این سلطان غم مادرم که ادبیات جاده‌ای دیگه استفاده کردیم. داشتیم می‌آمدیم تهران از شمال، فکر کنم عقب یه اتوبوسی جایی دیدی. اشکال نداره، ادبیات جاده‌ای هم. بله، گفتم چه درچه دارم از دعای مادر است. آره قصه. آقای فیض میگفت طرفی پیکان خیلی داغون مدل 48 بود نوشته بود پشتش. خانم موسوی زاده 17 امتیاز، خانم جعفری 15 امتیاز، خانم زمانی 18 امتیاز، خانم نوری 16 امتیاز. بله، خانم موسوی 18 امتیاز، خانم جعفری 16 امتیاز، خانم زمانی 18 امتیاز، خانم نوری 17 امتیاز. بسیار خوب. دست شما درد نکنه. میدونید یکی از کارهای طنزپردازان طنز نوشتن، روز طنزپردازای ژورنالیستی در روزنامه می‌نویسن اینه که حول اخبار معمولاً میچرخن و سوژه پیدا میکنن راجع به اون خبر، حتی با ذکر دقیق خبر. یکی از جراید نوشته بود یک مار عظیم الجثه هنگام بلعیدن یک تمساح ترکید. ابن صلاحی عزیز این نتیجه اخلاقی رو براش در یک طنزی نوشته بود: یک، آدم باید به اندازه دهانش لقمه برداره. دو، آدم باید سایز خودش رو بدونه. و سوم این که آدم نباید گز نکرده پاره کنه. خب بالاخره رسیدیم به جایی که باید میرسیدیم، نه اینکه به جایی که نباید میرسیدیم. بخش تجمیع آرای داوران عزیز، نظراتشون، امتیازاتشون در این نوبت، در سومین برنامه‌ای که در خدمت دوستان شرکت کننده خانم‌های محترم شاعر و طنزپرداز بودیم. نمرات دوستان در این بخش چقدر شده آقای شکیبا؟ خانم موسوی زاده 152.5 امتیاز، خانم جعفری 142.5 امتیاز، خانم زمانی 151.5 امتیاز و خانم نوری 146 امتیاز. بسیار عالی. این سومین نوبت که با دوستان داشتیم تجمیع امتیازاتشون چیزی شد که قرائت کردن آقای شکیبا، و اما حاصل جمع این کلیش 3 نوبت هم الان بله انجام شده که بله. من عرض کنم که اعداد رو ما گرد کردیم دیگه، همه رو در واقع هرچی اعشار داشت به 1 تبدیل کردیم، مثلا تازه بالاترم گرفتیم اگه اشتباه نکنم. آره دیگه، که البته همش بالای 6 افتاده بود، یعنی درسته. بله پس ما 3 نوبت با دوستان بودیم، یعنی میخوایم وارد مرحله نیمه نهایی بشیم، ببینیم که کدومی که از این دوستان، یعنی 2 نفر از این گروه انشالله صعود خواهند کرد به نیمه نهایی. یعنی ببینید خانم موسوی زاده 599 امتیاز داشتن در مجموع 3 برنامه که تقسیم بر 3 بشه ما میگیم 200. خانم جعفری 564 امتیاز داشتن با این حساب که تقسیم بر 3 میشه 188. بله. خانم زمانی 584 امتیاز داشتن که تقسیم بر 3 بکنیم میشه 195. بله. خانم نوری 581 امتیاز داشتن که تقسیم بر 3 کردیم شد 194 امتیاز. پس به این ترتیب خانم سعیده موسوی زاده و خانم فریبا زمانی به ترتیب حائز امتیاز بیشتری شدن. با مختصری دیدید دیگه خیلی به هم امتیازات نزدیک بود، در حد 1 2 3 امتیاز تفاوت امتیازات دوستانی که گفتیم بچه رقابتیش خیلی کمرنگ و در حاشیه به این معنا هست. خانم نوری با 1 امتیاز 194 خانم نوری با 1 امتیاز، یعنی 1 امتیاز کافی بود که جای دوستان عوض بشه. به خاطر همین همون بخش رقابتیش واسه رفاقتیش مهم هست. خب به هر حال ممنون، خسته نباشید میگم به همه دوستان که لطف کردید در این 3 برنامه زحمت کشیدید، خیلی سخت بود.
دوستان شهادت حاضرن بدن که چقدر سخت بوده این برنامه. ما به رسم یادبود یه هدیه‌ای که در نظر گرفتیم بینندگان عزیز که کاریکاتور دوستان رو دیدید در ابتدای هر برنامه‌ای که در خدمت دوستان بودیم همراه با زندگی نامه‌شون کاریکاتورشون هم دیدید. خب همین کاریکاتور رو ما قاب گرفتیم، قاب مخصوص، و تقدیم خواهیم کرد به یادگار که انشالله همیشه از این برنامه یادگاری داشته باشن. خانوم فکر کنم خانوم زمانی و یک مقدار شبیه خانوم جعفری خدمت شما تقدیم میخوان یه جوری بگیرید یه لحظه تصویرم داشته باشن دوستان. بسیار خوب. خانوم نوری تقدیم خدمت شما. کاریکاتور خانوما رو کشیدن خیلی سخته چون خود خانوما خیلی سلیقه‌شون به اندازه سختگیر هستن. بسیار خوب. خانوم فریبا زمانی خدمت شما تقدیم میکنم. یه لحظه بگیرید تصویری داشته باشن منطبق بشه. بسیار خوب. و خانوم موسعی زادم که امتیاز بیشتری آوردن تقدیم خدمت شما و شما یه لحظه بگیرید. بسیار خوب. دست کاریکاتوریست عزیزشم درد نکنه، زحمت کشیدن. حالا کم و کسری اگه داره دوستان به بزرگواری خودشون ببخشن. انشالله که در مرحله نیمه نهایی در خدمت دوستان 2 نفر از این دوستان از این گروه خواهیم بود تا ببینیم قسمت چه خواهد بود و در قسمت‌های بعدی نهایی و نیمه و خیلی نهایی در خدمت بالاخره کدوم دوستان از این گروه‌های مختلف خواهیم بود. خب تا قند پهلوی دیگه همه دوستان عزیز رو به خدا میسپارم. به وضعم بیفکن نگاهی الهی، به وضعم بیفکن نگاهی الهی که من هم شوم شاد گاهی الهی. نخوردم ز بس غذای مقوی، تنم گشته چون پر کاهی الهی. به هر کس که کردم محبت در آخر، سر من نهاد و کلاهی الهی. محمد صادق میرفندرسکی. تا قند پهلوی دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم. خدا نگهدار. قلی رحم قل قلا که با قل قلا قل خل خور قل ز قل قلا واسم قل قل اسکو قل قلیب. اون دومش چی بود گفتید؟ یک کلمه‌اش آفرین قل قلا قل. خیلی ممنون. چون این مشاعره است دیگه، این که نمره کم کردن نداره. من اضافه میکنم، من درست. آقا حالا این 21 رو جدیشو بفرمایید. حالا من دفعه دیگه ببین چی کار میکنم. نه آقا 4 تا 15 ایشون داره 4 تا 20 من دیگه فرض دو پاک میکنه. مجبور میشن که مردم اینطوری که تو این عکس نشون داده بود عددهای فرق. ببین عکس قرار نیست توضیح بدی، تو قراره یه شعر بگی. اگه گفتی بگو، اگه نگفتی بگم ناصر 14 بده. حیف این مملکت به وقت بد تو آدم تاجنده هم زیاد نداره. ببین میزنه این خودش اتوبوس. آقا یه بار دیگه بزن. خواهش میکنم یه گلی چیزی نشون بدید. میتونی بزنی؟ آقای اکبر نژاد. بله این نه آقای رحمانستان. اینو دست شما داشته باشید. من اونو دست